وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج‌الدین موردین روز 24 سپتامبر سال 2022 در سخنرانیش در اجلاس 77 سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بیش از همه به مسائل مناقشه اخیری مسلحانه در مرز با قرقیزستان، وضع افغانستان و تشبس‌های دوشنبه در مسائل آب تمرکز کرده، همچنین با تاکید به اینکه دولت‌های خرد نیز باید امکان بیشتری داشته باشند تا جهت دریافت راه‌حل‌ها برای مسائل مربوط به تامین صلح و امنیت سهمگذار باشند و گفت پس از استگذاری‌های بسیار ساله در چند جنبه‌گرایی، طریق مشارکت فعال در چاره‌بینی‌ها و روندهای سازمان ملل متحد، اینچنین با نظر داشت تجربه بی‌نظیر صلح‌پرور و دانش عمیق درباره افغانستان وقت آن رسیده است که تاجیکستان بار نخست برای کسب عضویت غیر مادی در شورای امنیت سازمان ملل برای سالهای 2028-2029 نامزدی خود را پیش بری نماید. اما نقطه های محور سخنرانی سراج‌الدین موردین مربوط به مناقشه خونین روزهای 14 سپتامبر سال 2022 در مرز تاجیکستان با قرقیزستان بود که بیش از 130 کشته، دست کم 62 نفر از طرف قرقیزستان و دست کم 75 نفر از طرف تاجیکستان به جا گذاشت. وزیر تاجیک جانب قرقیزستان را عیبدار کرد که قرقیزستان با تکیه به برخورد یک طرفه، جانبدارانه و از پیش تعیین شده شروع از سالهای 50 عصر گذشته خودسرانه زیاده از 2110 کیلومتر مربع زمین قانونا منسوب به تاجیکستان را غصب نموده است. او از آن اظهار تأسف کرد که جانب قرقیزستان بحث مرزی دو کشور را بعد امضای پروتکل دو جانبه باز هم روز 20 سپتامبر به منبر مجمع عمومی سازمان ملل کشید. سراج‌الدین موردین گفت طبق این پروتکل قشون‌ها و تکنیک‌های حربی باید از هر دو طرف به مکان‌های دائمی نگهداری خود کوچانیده میشد، ولی باعث تأسف عمیق است که قرقیزستان با نشان دادن دید دروغین، دور بردن قشون‌ها و تکنیک وزنی حربی از خط سرحد و پنهان نمودن آنها در مکان نزد سرحدی سکونت آدمان از سازش‌های حاصل شده کنار می‌رود. از این لحاظ مسئولیت سر زدن دلخو تنش نوبتی در خط سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان پر را به ذمه قرقیزستان خواهد بود. او افزود که راهبرت کشور همسایه در سخنرانیش درباره فقط شهروندان خود و خسارات مادی خبر داده چنین وانمود کرد که این مصیبت در سرحد تنها آنها را دریافت. دلیل‌ها درباره دیگر چیز میگویند. در نتیجه پرخاشکاری حربی از طرف قرقیزستان زیاده از 40 نفر کشته و نزدیک 200 شهروند ملکی تاجیکستان زخمی شدند. زنهای حامله، کودکان و کلانسالان، دختران، اینچنین مسلمان‌های با تقوا شرکت کنندگان مراسم جنازه در مسجد از زمره آنها بودند. گفت در سخنرانیش رهبر اداره سیاسی خارجی تاجیکستان بجز از ابیکت‌های نزد سرحدی اینچنین مکتب‌ها، شفاخانه‌ها، مؤسسه‌های جمعیتی فرهنگی، خانه‌های استقامتی، انفراساختور و وسایل ارتباط خراب شدند و فعلا تاجیکستان برای بازسازی خانه‌های ویران شده و انفراساختور حیاتاً مهم مبلغ زیاد را روانه کرده ایستاده است. پس اگریسور کیست؟ سوال گذاشته سراج‌الدین موردین از منبر سازمان ملل متحد. او افزود که مصیبت رخ داده در نواحی سرحدی تصادفی نیست. هنوز از تیر ماه سال گذشته همسایه ما به اگریسیا آمادگی میدید که در بنیاد انفراساختور حربی در نزدیکی مرزهای ما مشاهده میشد. سراج‌الدین موردین اینچنین گفت که همسایه‌های ما سالهای اخیر از جمله از این منبر بلند از اهمیت شورای نقلیاتی بین المللی و ایجاد شرایط مساعد برای حمل و نقل میگویند و همزمان خواستار رفع صدها در راه همکاری اقتصادی، ساده‌کنی ترتیبات گزارش سرحدها و عبور بین کشورها و منطقه می باشد. همزمان قرقیزستان اکثر وقت برای انتقال بارها از تاجیکستان و به تاجیکستان توسط نگهداری واسطه نقلیات با تونها بارهای ما مشکلی ایجاد می نماید. وزیر خارجه تاجیکستان ذکر کرد که تاجیکستان توانست مشکلات مرزیش را با چین و ازبکستان حل و فصل کند. در تاریخ 20 سال مذاکرات با قرقیزستان ما دهها پروتکل امضا کردیم، اما با گذشت وقت و تغییر قوه‌های سیاسی در قدرت این سندها تجدید نظر می شوند و تنها آن مقرراتی که به آن طرف مقبول است مورد اجرا قرار می گیرد. اظهار تأسف کرده است سراج‌الدین موردین. در مورد افغانستان سراج‌الدین موردین گفت
نگرانی و هشدارهای یک سال پیش بلافاصله بعد در کابل به قدرت رسیدن حرکت تندرو طالبان به مجمع عمومی سازمان ملل پیش ارائه کرده پرزیدنت تاجیکستان متاسفانه پیام به گوشهای ناشنوا بودند. در نتیجه افزود یک سال پس از سقوط افغانستان صرف نظر از دعوت و مراجعت‌های به تکرار مردم افغان، کشورهای منطقه و جامعه جهانی، حکومت همه‌شمول برای تنوع بیشتر قومی، سیاسی و جغرافی در دفاع ساختارهای ماموری طول تشکیل نشده است. افغانستان با صورت در حال تبدیل به یک پناهگاه امن برای گروه‌های تروریستی و جسگاه برای گسترش افراطیان تندگرای طالبان قرار دارد. سراج الدین موردین با ذکر این نکات گفت متاسفانه پیامدها برای تاجیکستان که با این کشور 1400 کیلومتر مرز طولانی مشترک دارد خیلی بزرگ است. او گفت در شرایط نگرانی کننده کنونی برای تاجیکستان بسیار مهم است که مرز خود با افغانستان را تقویت بخشیده انفراستراکچور ضروری سرحد را در سراسر آن بنیاد کند. از این لحاظ دوشنبه امیدوار است که جامعه جهانی من بعد نیز به تاجیکستان برای حفظ مرزهای جنوبیش از حمله‌های احتمالی مسلحانه کمک‌های نظامی و فنی می‌رساند.